مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 9 ماه سال 2024 خبر داد که در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، مرد 65 ساله ساکن نوه باباجان غفوروف با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمان بر شونده سال 2021 با روی فریب به باوری مرد 45 ساله ساکن شهر خوجند درآمده از او یک عدد مغازه چهارآشیانه واقع در شهر خوجند که در صاحبیتش بود و همچون گرفت در سپتامبر گذاشته را به مبلغ $500,000 امریکایی نقدگذاری کرده نموده، $320,000 امریکایی را از آخرین گرفته مغازه مذکور را به دیگران به فروش برآورده. از این حساب قرض کردیت خود را در نزد سپتامبر بانک پوشانیده است و مبلغ از خریدار اول گرفتهش را به منفعت خود صرف نموده است. وزارت کارهای داخلی گفت اوید به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان قلابی به مبلغ مخصوصا زیاد کشادند و تفتیشات ادامه دارد. وزارت کارهای داخلی اسم نفر متهم به قلابی را نشر نکرد، ولی رادیوی آزادی روز 3 ماه سال 2024 خبر داد که این نفر با جرم قلابی به مبلغ چند صد هزار دلار دستگیر شده. مقیم شوروف قدای سروزیر تاجیکستان کوهی رسولزاده بوده. بعضی دیو روز 8 ماه سال جاری پرونده کشادند و شوروف 65 ساله فعلا در بازداشتگاه شهر خوجند قرار دارد. اکبر شریفی سخنگوی رئاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت با تصدیق این خبر گفته است اعمال مقیم شوروف بر اساس قسم 4 ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سنجیده می شود و چند سال پیش به باوری یک ساکن خوجند در آمده برای فروش مغازه چهارآشیانه $320,000 گرفته است. بعدا اون مغازه را باز به کس دیگر فروخته مبلغ اولی را بازپس نداده است. قسم 4 ماده 247 همچون جزا برای قلابی به مبلغ مخصوصا زیاد جریمه هنگفت و یا از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. موقع مقیم شوروف و یا وکیل مدافعش معلوم نیست. پیوندانش در این باره گپ زدن نخواستند، ولی یک شخص نزدیک به این خانواده در صحبت حضوری به رادیو آزادی گفته است مسئله در جریان حل شوی است. منظورش این بود که ضرر شخص دعواگر به زودی جبران کرده خواهد شد. درباره مقیم شوروف معلومات زیادی در دست نیست. خودش در صفحه‌اش در فیسبوک خود را همچون ختم کرده دانشکده آموزگاری لنین‌آباد به نام کیروف و مدیر شرکت سیایی سپوتنیک معرفی کرده است. پسر او پرویز شوروف شوهر دختر کلانی سروزیر تاجیکستان کوهی رسولزاده نام برده می شود. رسولزاده نیز مثل مقیم شوروف زاده خستیورز دهه اعظم بزرگ نوه باباجان غفوروف و تمام تاجیکستان است. خبر بازداشت قدای سروزیر در حال رسانه‌ای شد که نام کوهی رسولزاده در روزهای آخر یک باره در رابطه با چند ماجرا ورد زبان مطبوعات شد. از ده تیوی و یک مرکز بین المللی تحقیقاتی کروپسیا اخیراً خبر دادند که همسر سروزیر اقبال خان ناظر و در دبی 2 ویلا داشته است که ارزش هر دویش چندین میلیون دلار برآورد می شود. همین طور بر اساس این تحقیقات دختر دیگر سروزیر فرنگیس عظیموف که با ظفر عظیموف پسر سروزیر سابق تاجیکستان یایا عظیموف ازدواج کرده است، در همان دبی یک ویلای باز هم گرانبهاتر نرخش $5,400,000 خریده بوده است. افراد نزدیک به سروزیر پی هم رسانه‌ای شدن این ماجراها را معرکه حساب شده و برنامه‌ریزی شده به ضد کوهی رسولزاده می شمارند و بر اینند که کسی به کرسی او چشم طمع دوخته است، وگرنه میگویند آنها در رده‌های بالای حکومت تاجیکستان افرادی هستند که 10 مراتبه از کوهی رسولزاده ثروت و مال و ملک زیادتر دارند.